جوانان امروزه ما آن کوشش غیرته که پریزیدنت محترم جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمانوف برای جوانان وای کرده است، شرایط مهیا کرده است، همه در فرهنگ و هم در ورزش به قدری همه نرسید ایستادیم. نمیرسید و نرسید ایستادیم و دردم ممکن نمیکنن، چون که این شرایط در اون زمان ها نبود، وجود نداشت، این امکانیت نبود که ما همین کارا رو بکنیم. اساسی برای همین فرهنگ و برای ورزش پریزیدنت به حد کوشش غیرت مهنت از تحت دل و جان سپاهی کرده است برای ملت. لیکن افسوس که ما همه را درک نمیکنیم، جوانان این را درک نمیکنن. باید جوانان درک کنند که به قدری همین برسند، صنعت ملی تاجیک به همه جا برسونند که خلق بدر چیز میشناسند، به همه ادبیات صنعت میشناسند، به تاریخ میشناسند. همه چیزی که در خلق به خلق‌های دیگر همه چیز میرسونه، همین اگر این را نرسونه به دوش دیگران، اونا ما در تفاهم میمونیم. یکی همین اصلا چی گفتن در کار گفتن من همینه که جوانان در همین مسئله باید سرخوش نباشند. جوانان کوشش کنند که همین صنعت ملی خلق تاجیک روی آب ببرن، کشاد کنند، چیزهای فوتکلوریه که در درون همین ملت هست، همینا رو بردارن روی آب کنند که مردم بفهمند، آینده خلق بفهمند. ما در این ردیف امروزی که ما رفتیم صنعت ملی تاجیکی خیلی گم کرده است. بله بهترین سخاوت است. برای همه جوانان همین رو آورده من مراجعت میکنم و تکلیف میکنم، التجا میکنم که در مسئله صنعت ملی خلق کوشش کنن، هم فولکلورشناسا، هم ادبیاتشناسا، هم تاریخشناسا باید در این مسئله چقدر تحلیل کنن ببروین. آفرین.